با عرض سلام خدمت دوستان. دیروز یه اتفاقی افتاد تو ایران که همه مردم از اقوام مختلف مشغول خودش کرد. میدونی چه اتفاقی بود؟ دیروز تو یه سمینار تو برج میلاد راجع به هفته فرهنگی تبریز بود که رئیس جمهور اونجا دعوت بود. آقای پزشکیان عرض میکنم. آقای پزشکیان خب سمینار مال تبریزی هاست، مال ترکاست. اونجا یه 2 بیت شعر از استاد شهریار خوند. کاری ندارم کار خوبی کرد، کار بدی کرد، اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ما مردم از ترک و فارس و لور و کرد و عرب و هممونو ولی ماتریکس درگیر خودش کرد. میگین چجوری؟ دلار شده نزدیک 100 تومن. شاید الان که ما داریم حرف میزنیم 100 تومن هم رد کرده. ولی مردم ایران شروع کردن تو فضای مجازی. من خودم هم گذاشتم اونو، ویدیو رو گذاشتم، ویدیو شعرخوانی آقای رئیس جمهورم گذاشتم. مردم ایران شروع کردن. آقا یکی ترکا گفتن آقا مگه چی شده؟ قدغن رئیس جمهور ترکی حرف بزنه. فارسا گفتن آقا این حق نداره ببخشید رئیس جمهوری مملکت به غیر از زبان رسمی کشور به زبان دیگه حرف بزنه. هممون رو درگیر خودش کرد. ولی کسی نیست بگه دلار داره میشه 100 تومن. 100 تومن داره رد میکنه. کسی نیست بگه نون نداریم. کسی نیست بگه مردم گرسنه‌ان. کسی نیست بگه بیکاریه. کسی نیست بگه اجاره خونه ها رفته رسیده به خدا تومن. کسی نیست بگه سیب زمینی 70 تومن رو رد کرد. کسی نیست بگه گشنگی بیداد میکنه. کسی نیست از اینا حرف بزنه. هممون دنبال چرندیاتیم. هممون دنبال یه سری حرفاییم که ماتریکس میخواد ما دنبالش باشیم. اینا میخوام ما رو مشغول کنن با اینجور چیزا. اصلا من نمیگم ما موافق یا مخالف اون حرفای آقای رئیس جمهورم. کاری هم به این کارا ندارم. من ترکم، به ترک بودنم هم افتخار میکنم و ملت‌های دیگه هم باید به ملیت خودشون افتخار کنن. ولی ما رو ببینید چجوری با هم درگیر کردن. ببینین استعمار با ما چیکار داره میکنه. ببینین این ماتریکس با ما چیکار داره میکنه. یه خورده فکر کنیم مردم.